درود بر شما دوستان، به کانال من خوش اومدید. من مبینا هستم، راوی اتفاقات تلخ و شیرین زندگی شما. مثل همیشه این یک داستان واقعی هست و قضاوت هم با خود شماست. لطفاً تا انتهای این ویدیو همراه من باشید و نظرات خودتون رو در این مورد کامنت کنید. مثل همیشه برای حفظ از حریم شخصی از اسامی غیر واقعی استفاده شده. ممنون میشم که برای حمایت از این کانال سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. لطفاً زنگوله رو هم بزنید که بعد از گذاشتن ویدیو شما اولین نفری باشید که اون رو میبینید. همراه من باشید. وقتی با شوهرم ازدواج کردم که یه دختر 18 ساله بودم. داشتم زن یه مرد 28 ساله می شدم که همشهری خودم بود. ازدواج ما سنتی بود. اون چون زنش رو توی تصادف از دست داده بود، دنبال یه نفری میگشت که دختر 4 سالش رو نگهداری کنه و مراقبش باشه. نیازش رو برطرف کنه. وگرنه دنبال زن گرفتن نبود. همین که خیالش از بابت بچه راحت شد یک مرد سر به هوا که مدام میرفت سنبازی و رفیق بازی. هر از گاهی به قول خودش به شوخی میگفت بچه‌م اگه نبود محال بود که زن میگرفتم. آخه کدوم مردی عقلش کمه که ازدواج کنه؟ آدم یه اشتباه و دوبار که تکرار نمیکنه. اما من دختر خونگی پسر ندیده ساده افتاده بودم تو دام عشق مردی که به هم توجه نمیکرد. 10 سال زنش بودم. بهش ساختم و براش زندگی جمع کردم. بچه‌ش رو بزرگ کردم. اینقدر که با من صمیمی بود، با باباش صمیمی نبود. یه جورایی با هم بزرگ شده بودیم. دخترش رفیقم بود و همراه. دلخوشی زندگیم شده بود. تا خدا به من یه پسر داد و خوشبختی‌ام با وجود اون 2 بچه کامل شد. اما بدبختی ما تازه شروع شده بود. کامیار 4 سال بعد از ازدواجمون گفت بریم تهران برای زندگی و منم قبول کردم. وضع مالی ما روز به روز بهتر می شد و خدا رو شکر همه چیز داشتیم. سر کم توقع و بسازی بودم. اما در این قضیه ذره محبت، در این قضیه سفر دست جمعی، در این قضیه یک رستوران خانوادگی، یک گردش و دور همی. کامیار فقط یا باشگاه بود یا صبح زود به بهانه پیاده روی میرفت بیرون و بعدش هم سر کار. همون روزا بود که افتادم دنبالش. وقتی داشت میرفت سر کار مغازه، منم دنبالش میرفتم. یه مغازه یا بهتره بگم یه تعمیرگاه ماشین داشت. خودش که بد بود، حالا هم افتاده بود با پسرای باشگاه که بدترم شده بود. یه روز که از تعمیرگاه زده بود بیرون، رفت سمت یه خونه. خیلی راحت کلید انداخت و رفت تو. به خودم میگفتم خدای اینجا کجاست؟ منتظر بودم که بیاد بیرون، اما تا طرفای عصر بیرون نیامد. نمیدونستم کجاست. باید چیکار کنم؟ چند بار بعد از اون هم که تعقیبش کردم، باز هم میدیدم که رفت توی همون خونه. نمیدونستم توی کدوم طبقه، کدوم واحد، پیش کی رفته. کارم شده بود هر روز تعقیب کردن. زهرا هر روز مغازه رو میبست و به جای اینکه بیاد خونه، میرفت تا عصر و گاهی اوقاتم تا شب اونجا میموند. تصمیم گرفتم که برم توی اون خونه. اما گیج بودم. نمیدونستم باید چی کار کنم. تا اینکه بالاخره بعد از 2 هفته تعقیب و گریز، یه روز که مثل همیشه رفتم دنبالش. وقتی که عصر شد، دست تو دسته یه خانم اومد بیرون. باورم نمیشد. اون زن معلوم بود که سنش بالاتره. یه زن موبلند زشت که اون زن رو به من ترجیح داده بود. با هم دیگه رفتن خرید و دست تو دست هم توی پاساژ میچرخیدن. منم دنبالشون عین احمقا میرفتم و شوهرمو از دور نگاه میکردم. زنگ میزدم و جواب تلفنمو نمیداد. آخر سرم گوشی رو جلوی چشمم خاموش کرد. جلوی چشم خودم دست به دست اون زن که همسن مادرش بود راه میرفت و به من که زن جوون و زیباش بودم و خوش‌هیکل بودم محل نمیداد. مزیش نبودم. خیلی آرزوشون بود که با من باشن. خیلی جاها که میرفتم بهم شماره میدادن. اما اون منو نمیدید. چون از بچگی زنش شده بودم، اینقدر بهم بی‌توجهی کرده بود که هیچ اعتماد به نفسی نداشتم و همیشه خودم رو دست کم میگرفتم. اما تیر آخر و موقعی بهم زد که یه شب که یواشکی رفته بود توی تراس صحبت کنه و شروع به حرف زدن با تلفنش کرد. دیدم داره میگه یکم صبر کن. طلاقش میدم و راحت میشم. زنی که این کنه به زندگیم چسبیده. هر کاری میکنم نمیره. هرچی بهش میگم من زن نمیخواستم. به زور تو رو به من دادن. انگار نه انگار. به خرجش نمیرفت. روش کم نمیشد که خودش بذاره و بره.
داشت راجع به من میگفت آخه یه زن چقدر میتونه آخه احمق باشه که شوهرشون رو نخود و طرفش نره ولی بمونه تو اون زندگی. راست میگفت. دیگه حتی طرفم هم نمیاد. اما انگار نه انگار. اون شب رفتم تو اتاق بچه‌ها تا خود صبح دخترشو بغل کردم و گریه کردم. کاری به کار بچه‌ها هم دیگه نداشت. دیگه بعد از اون باهاش لش کردم. میگفتم نشونت میدم. نفرت سر تا پامو گرفته بود و از دستش عصبانی بودم. منو به اون زن احمق ترجیح داده بود و حالا داشت راجع به من اینطور صحبت میکرد. افتادم دنبال یه شرخر. گفتم پدرتو در میارم. میدونم باهاش چی کار کنم. خارت میکنم. اینقدر میدم بزننت که صدای سگ بدی. گشتم. پرسجو کردم. آخر سر یه آدم به هم معرفی کردن که اسمش منصور بود. توی یه محله درب و داغون زندگی میکرد. ازش خواستم بره سراغ خودش و اون زنه و حسابی کتکشون بزنه. گفتم ازشون فیلم و عکس بگیر. میخوام پدرشون رو در بیارم. اصلا از خودت به جای نذاری. فقط یه ادب کردن درست حسابی میخوام موقعی که داره التماستون میکنه ازش عکس و فیلم بگیرید و بهم نشون بدید. میخوام بهتون پول حسابی بدم. پس حسابی ادبشون کنی. همینم شد. یه روز که کامیار وارد اون خونه شد، کتکشون زده بودن. عکس و فیلم هم ازشون گرفته بودن. بهش گفته بودن اگه یک بار دیگه شما رو با هم ببینیم یا اینکه این برا پیدات بشه، گوش و چشم برات نمیذاریم. قلم پاهاتم میشکنیم. اونم بهشون گفته بود برادر من عضو اطلاعات و پیداتون میکنه و پدرتون رو در میاره. فرداش که میخواستم فیلم و عکس ها رو بگیرم و بهشون نشون بدم، ازشون خواستن که من برم به اون آدرس. آدرس یه خونه بود توی محله داغون. منم بیخبر از همه جا رفتم اونجا. چادرمو سرم کردم. وقتی رفتم اونجا میخواستم کسی منو نشناسه. وقتی رفتم اونجا دیدم دارن مواد میکشن. بهم گفتن چرا نگفتی که برادرش پلیسه؟ گفتم چه میدونم. یا اینکه توی اطلاعات کار میکنه. اگه ما رو بگیرن چی؟ اگه بیفتن دنبال ما چی؟ ما همه چیزو بهش میگیم که کار تو بوده. هرچی بهش میگفتم که بابا دروغ میگه، اصلا همچین چیزی نیست، اصلا برادر نداره. باور نمیکردن. میگفت اگه اول میگفتی محال بود قبول کنم. یا حداقل با این مبلغ قبول نمیکردی. تو رسما برای ما شرح خریدی. منم بهشون گفتم که شما که کارتون همینه. گفت بله کارمون همینه، ولی نه این که در بیافتیم با این آدما. اون روز هر چی میگفتم حرفمو باور نمیکردن. اون عوضی این بارم به من رو دست زده بود و اینا رو بدتر به جون من انداخته بود. گفتم پولی که ازت میگیریم هیچ، خودت هم میخوای. گفتم یعنی چی؟ گفتم منظورتون چیه؟ گفتن این احمق زن خودشو ول کرده و سراغش نمیره. اون وقت ما بگذریم از همچین زنی. اون احمقه که سراغ تو نمیاد. حداقل قبل از افتادن به زندان ناکام نمونیم. از تو یه استفاده‌ای کرده باشیم. من فقط مات و مبهوت مونده بودم و فقط میگفتم یعنی چی؟ میخواین چی کار کنی؟ تو رو خدا بذارین برم. هر چقدر بخواین پول بیشتری بهتون میدم. اما اون به داداشش اشاره کرد که در قفل کنه و چادرم رو از سرم بکشه. بهش میگفتم چی کار میکنی؟ برو کنار، میخوام رد بشم. فکر کردی دارم باهات شوخی میکنم؟ بیا اینم پولت. عکس و فیلمارم بهم بده، میخوام برم. صدامو بلند کردم شاید بترسن، اما 3 نفر بدون توجه به حرفام منو انداختن زمین و اون 3 نفر به نوبت اومدن سراغم. فقط اشک میریختم. نمیتونستم کاری بکنم. بهشون اعتماد کرده بودم. فکر نمیکردم این بلا رو سرم بیارن. آخر سرم گفت حالا اگر گیر بیفتیم میگیم که بی حساب شدیم. دیگه با تو کاری نداریم. آخر سرم در رو باز کردن و پرتم کردن تو گوشه. جواب انتقام من توی زندگی با یه آدم احمق شد تعرض 3 نفر بهم. آسیب روحی که بهم زدن جبران ناپذیر بود. دلم میخواست بمیرم. باورم نمیشد که این بلا سرم اومده. من میخواستم از اونا انتقام بگیرم، اما به خودم آسیب زدم. جرئت نداشتم به کسی بگم یا حرفی بزنم.